سلام به شنونده های عزیز دکتر جستجو. امروز سراغ یکی از تاریک‌ترین و مرموزترین شخصیت‌های تاریخ میریم. الیزابت باتوری، زنی که به کنتس خون یا خوناشام معروف شد. آیا اون واقعا قاتل 650 تا دختر بود یا خودش قربانی توطئه بود؟ داستان از کودکی اون شروع میشه. الیزابت سال 1560 توی خانواده اشرافی مجارستانی به دنیا اومد. از همون بچگی خاص و تاثیرگذار بود. اما کودکی آسونی نداشت. الیزابت چند بار دچار تشنج شده بود. احتمالاً به خاطر صرعی بوده که داشته. اون زمانها روش‌های خیلی عجیبی برای درمان این بیماری استفاده می‌کردن. مثلا خون یک آدم سالم رو به لب‌های یک مریض صرعی می‌مالیدن و اعتقاد داشتن که اینطوری خوب میشه. شاید این پیش زمینه منبع الهام افسانه‌هایی شد که بعداً درباره اون به وجود اومد. الیزابت در دوران جوونیش زن خیلی باهوشی بود، تحصیل کرده بود، 4 زبون بلد بود: لاتین، آلمانی، مجارستانی، یونانی و 15 سالگیش هم با فرانسیس، یه اشرافزاده فرمانده نظامی، ازدواج کرد و از اون 4 فرزند داشت و قلعه‌ای که تمام این اتفاقات توش افتاد هدیه عروسیشون بود که از طرف خانواده شوهرش بهشون هدیه دادن. سوال اولی که به ذهنمون میرسه اینه که این همه قربانی کجا دفن شدن؟ چون فقط یک جسد توی قلعه پیدا شده و 650 نفر عدد کمی نیست. خودش یک قبرستون بزرگ لازم داره و چرا تا قبلش هیچ شکایتی نکرده بودن و بعد یهو همه شروع کردن به شهادت دادن علیه الیزابت؟ فهمیدنش واقعا بعد 400 سال سخته. الیزابت فقط یک اشرافزاده نبود، اون اولین ناشر زن تو تاریخ اروپا هم بود و توی قلعه‌اش یه چاپخونه راه اندازی کرده بود و تمام اطلاعات مهم رو در سریع‌ترین حالت ممکن به مردم منتقل می‌کرد و این برای حکومت اون زمان اصلاً خوب نبود و رسما اون رو به یک تهدید سیاسی تبدیل کرده بود. ثروت زیاد الیزابت بعد مرگ شوهرش، بدهی‌های سنگین دولت به اون و نقش اون به عنوان زنی پیشرو که قصد ازدواج هم نداشت، جمعیت زیادی رو به خودش دشمن میکنه و به همین دلیل بود که سعی کردن اون رو یک موجود شیطانی جلوه بدن. میگفتن که الیزابت دخترای جوون رو شکنجه میکنه و برای حفظ جوونی خودش در خون اونها حمام میکنه. سال 2019 دکتر بیلی از دانشگاه کمبریج پس از 4 سال تحقیق اعلام کرد که این اتهامات بیشتر شایعه و توطئه بوده. تمام زنانی که میگفتن الیزابت کشته از افرادی بودن که همسرانشون رو تو جنگ از دست داده بودن و دولت هم اموالشون رو ازشون گرفته بوده و میرفتن پیش الیزابت تا یه سری چیزها رو بهشون آموزش بده. اما خب بعدش کجا بودن که نیومدن بگن زنده هستن؟ و اما سرنوشت الیزابت چی شد؟ تو سال 1610 الیزابت و خدمتکاراش رو به دستور شاه بازداشت کردن و اونها توی دادگاه به قتل 80 دختر اعتراف کردن، هرچند بعضی از منابع میگن که 650 نفر بوده. در نهایت الیزابت بدون محاکمه رسمی به حبس ابد در قلعه خودش محکوم شد و تا پایان عمرش در انزوای کامل زندگی کرد. اون 4 سال بعد از اینکه محکوم شد در سن 54 سالگی توی قلعه درگذشت و 4 خدمتکارش رو هم به طرز فجیعی شکنجه کردن و بعد اعدام شدن. از این قلعه فقط یک خرابه‌ای مونده که الان توی کشور اسلواکیه و از شخصیت الیزابت هم چندین کتاب نوشته شد، چندین فیلم درست شد و برای مردم خیلی جذاب بود. به نظرتون واقعا الیزابت باتوری یک قاتل زنجیره‌ای بود یا قربانی قدرت و ثروتش بود؟ گفتنش واقعا سخته. یه جایی از داستان شما رو مطمئن میکنه اون قاتله. اون جسد تو قلعه و اون لیست 650 نفری اسم افراد که بعدا نیومدن بگن، اعتراف خدمتکارا و یه جاهایی برعکس شک میکنی که نکنه توطئه بوده و اون زن بیگناه بوده. نمیدونم نظر شما چیه؟ برام کامنت کنید. منو برای جستجوی داستان‌های جذاب بعدی دنبال کنید. خداحافظ.